استفاده کردن تبلیغ اکسل با نگاه داشتن پهنای ستون ها. اگر ما تبلیغ ما رو انتخاب کرده کپی کرده در صفحه دیگر کنترل و رو زیر کنیم پهنای ستون ها خورد می شوند، همه نوشته جد نمی توبد. برای این از سر انتخاب میکنیم تبلیغ ما رو کنترل سی یعنی کپی صفحه نو میکشیم، طرفی راستی موش رو زیر میکنیم specjalna wstawka از اینجا باشد сохранить ширину столбцов оригиналları انتخاب میکنیم. چه که در تبلیغ یکم آمون بود پهنای ستون ها در اینجا همون خیلی آمد.